رضاشاه 5 بار ازدواج کرد و 11 فرزند داشت که فقط یکیشون از نظر اقتدار مثل پدر بود. اشرف خواهر دوقلوی محمد رضا. اون سال 1298 5 ساعت بعد از برادر به دنیا اومد. جسورترین، ثروتمندترین و پرحاشیه‌ترین فرزند بود و رسانه‌های غرب بهش پلنگ سیاه میگفتن. اون به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و رئیس کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد فعالیت کرد. سازمان خدمات اجتماعی و سازمان زنان ایران رو تأسیس کرد. در کودتای 28 مرداد نقش داشت. سال 1325 در خروج نیروهای روسیه از آذربایجان نقش داشت. بعد از تبعید رضاشاه به درخواست پدر برای کمک در امر سلطنت کنار برادر موند و در 24 سالگی تبدیل به قدرتی در تهران شد. 3 بار ازدواج کرد و 3 فرزند داشت. خیلی‌ها اونو به فساد مالی و اخلاقی متهم می‌کنن. در جریان انقلاب 57 به نیویورک رفت. سال 94 در سن 96 سالگی از دنیا رفت.